بافت مفتول یک دنیای بی انتهاست. یه عالمه الگو و طرح مختلف میتونین با بافت در بیارین و با اونها اکسسوری بسازید. من امروز میخوام بهتون 4 مدل مختلف الگوی بافت رو تو این ویدیو یاد بدم. پس با من همراه باشید. سلام و درود همراهان راویس، به یک ویدیو دیگه با من خوش اومدین. برای این الگو از 2 تا مفتول پایه استفاده میکنیم که سایزشون 1 میل هست و برای بافت هم از مفتول 5 دهم استفاده میکنیم. اول یک حلقه دور یکی از مفتول هامو میزنیم، بعد مفتول دوم رو بالای مفتول قبلی قرار میدیم و یک حلقه هم دور این مفتول میزنیم و بعد هم یک حلقه دور هر دو مفتول بیسمون میزنیم. به این شکل در میاد. همین الگو رو تکرار میکنیم، یعنی هر بار یک حلقه روی مفتول پایینی، بعد یک حلقه روی مفتول بالایی و بعد هم یک حلقه دور هر دو مفتول. من همین بافت رو توی ویدیوی ساخت این گردنبند برای بخش آویز زنجیرش استفاده کرده بودم. لینک ویدیوش رو میذارم و میتونید مشاهده کنید. خب بافتمون به این شکل در میاد که یک بافت ریز و متراکمی هست. بریم با هم بافت دوم رو ببینیم. خب برای این یکی بافت اول 2 حلقه دور مفتول پایینیمون میزنیم، بعد 2 حلقه دور مفتول بالایی میزنیم و بعد هم یک حلقه دور هر دو مفتول میزنیم. یه مقدار با دنباره کار رو سفت کنین تا ظاهرش مرتب باشه و بافت رو ادامه میدیم. 2 حلقه پایین، 2 حلقه بالا و یک حلقه هر دو. همونجور که حتما متوجه شدین، فرق این بافت با بافت قبلی این هستش که هر بار روی مفتول‌های پایینی و بالایی یک حلقه اضافه تر زده میشه و فقط با همین یه فرق کوچولو ببینید چقدر ظاهر عوض میشه. اینجا میتونین دو بافت رو با هم مقایسه کنین. بافت دوم یه بافت بازتریه و مثل بافت اول متراکم نیست. خب بریم با هم بافت سوم رو ببینیم. الگوی کلی این بافت مثل 2 بافت قبلیه، اما فرقی که داره این بار به جای 1 یا 2 حلقه 3 حلقه دور مفتول پایین میزنیم و بعد 3 حلقه دور مفتول بالا میزنیم و در نهایت هم 3 حلقه دور هر دو مفتول میزنیم. به این شکل شما میتونید فقط با تغییر تعداد حلقه ها کلی طرح و مدل مختلف در بیارین. برای همینه که میگم بافت سیم یک دنیای بی انتهاست. این هم نتیجه بافت سوم. همونجور که میبینید فرق این بافت با قبلی اینه که به جای 2 حلقه 3 حلقه دور مفتول های بالایی و پایینی زده شد و همینطور به جای 1 حلقه 3 حلقه دور هر دو مفتول زده شد. خب بریم با هم بافت آخر هم ببینیم. تو این بافت هم فقط تعداد حلقه هاست که تغییر میکنه. ابتدا 1 حلقه دور مفتول پایینی میزنیم، بعد 1 حلقه دور مفتول بالایی میزنیم و بعد 4 حلقه دور هر دو مفتول میزنیم و با همین الگو بافت رو ادامه میدیم. 1 حلقه پایین، 1 حلقه بالا و 4 حلقه هر دو. فقط فراموش نکنید که حین کار حتما به کمک دنباریک بافت رو سفت و فشرده کنید. خب این هم نتیجه این 4 تا الگوی بافتمون. یه نکته خیلی مهم بگم، سرعت بافت از الگوی اول تا 4م به ترتیب سریعتر میشه. یعنی بافت اول یک بافت کندی هستش که خیلی دیر پیش میره، اما هرچی به سمت بافت 4م میایم بافت خیلی سریعتر شده و زود پیش میره. یه نکته دیگه این که بافت هایی که توی این ویدیو دیدیم فقط روی 2 مفتول بیس زده شد. هرچی تعداد مفتول های بیسمون بیشتر باشه، تنوع بافت و الگوها هم بیشتر میشه. من تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. پس فراموش نکنید که کانال منو سابسکرایب کنین که کلی آموزش جدید خواهیم داشت.